دادگاه عالی روسیه روز 17 اپریل در اینجا تصمیم میگیرند که گروه طالبان را از روی خط سازمان‌های تروریستی بیرون کنند یا نه. اگر جواب مثبت شود، پس تاجیکستان از کشورهای کم شماره در آسیای مرکزی و میان شریکانش در سازمان‌های منطقه‌ای خواهد بود که این گروه را همانا در فهرست سیاه نگاه می‌دارد. تاکنون قزاقستان و قرقیزستان نام طالبان از قطار گروه‌های تروریستی گرفته، پرزیدنت ازبکستان گفته است که افغانستان را نباید تنها گذاشت و به آن کمک کرد. موضع‌گیری بعدی تاجیکستان چگونه خواهد بود؟ سیف الله سفرف، معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی، از احتمال دور نمی‌داند که تاجیکستان نیز به اقدامی مانند دست بزند. شاید این از وضعیت ژئوپلیتیکی و سیاسی منطقه وابسته است و همچنین جهان. برای اینکه می شود که مثلا امریکا و اروپا مناسبتشان دیگر میکنند، حالا آنها به این خلاصه نآمدند و ما موقع امریکا و اروپا را دستگیر کرده ایستادیم. تحولات اخیر ژئوپلیتیکی و توجهی دوباره به افغانستان در حال صورت میگیرد که تاجیکستان همیشه از فعال شدن گروه‌های تروریستی در افغانستان نگران است، جایی که از تابستان سال 2021 تا حال گروه طالبان حاکم است. نگرانی شدید کشور ما از وضع حاضره گسترش یافتن فعالیت گروه‌های تروریستی و افراطی در این کشور است. همچنین ما را جابجا شدن جنگجویان سازمان‌های تروریستی از جمله به اصطلاح ایدئولوژهای آنها از منطقه شرق نزدیک در افغانستان نگران کرده است. برخی از کارشناسان هر گونه سیاسی سازی رابطه با طالبان را خبری بده برای منطقه می دانند. من گمان میکنم که بسیار آگاهانه و عاملانه تاجیکستان در قبال طالبان داره تصمیم میگیره. طالبان نمیتونن به عنوان یک گروه که به هر دلیلی حالا بر افغانستان حاکم شدن طرف معامله و رابطه دراز مدت با کشورهای همسایه قرار بگیرن. این گروه بسیار بسیار خطرناک است. حتی اگر شوروی روسیه تصمیم بر بیرون کردن این گروه طالبان از لیست سیاه بگیره، باورم است که این تصمیم دیری نخواهد پایید. تحلیلگران این نکته را هم از احتمال دور نمی‌دانند که تاجیکستان شاید زیر تاثیر شریکانش در منطقه از جمله روسیه و چین مجبور خواهد شد که سیاست عمومی را در برابر طالبان بپذیرد. اما حد زده می شود که ظرفیت‌های افراط‌گرایی در منطقه موجودند که این کار می تواند گروه‌های تروریستی را به داخل این کشورها بکشاند. این بزرگترین خطری است که میتونه کشورهای آسیای میانه و به تبع آن تسلط روسیه را در بلحاظ امنیتی در این مناطق تهدید بکنه. این کشورها ظرفیت‌های بنیادگرایی قابل توجهی دارند. اگر طالبان امکان دسترسی و فعال ساختن این ظرفیت‌ها را پیدا بکنن، شما دیگه تاجیکستان آرام نمیبینین، شما ازبکستان آرام نمیبینین. این کشورها با یک جبهه بسیار خطرناک بنیادگرایی مقابل خواهند بود. تاجیکستان صرف نظر از همکاری‌های آشکار و پنهانی که تاکنون با حکومت طالبان در افغانستان دارد، هنوز این حرکت را در فهرست سازمان‌های ممنوع و تروریستی نگه داشته است. هرچند سفارت افغانستان در دوشنبه تاکنون در اختیار سفیر پیشتر کابل است، اما کنسولگری افغانستان در خارخ بارها اظهارات داده است که زیر حاکمیت طالبان فعالیت می‌کند. همچنین تاجیکستان صدها نفر را برای همکاری با طالبان و گروه‌های تروریستی زیر حاکمیت این سازمان به زندان کشانده است و مجازات کرده است.